بسم الله الرحمن الرحیم. رساله‌ای در رفع شبهات بابیه لعنهم الله از تصنیفات عالم ربانی و حکیم صمدانی مرحوم حاج میرزا محمد باقر شریف طباطبایی اعلی الله مقامه. قرائتی از کتاب دعائم الحکمه فارسی جلد اول. بسم الله الرحمن الرحیم. به عرض می رساند که تعلیقه آن جناب رسید و از مضامین آن اطلاع حاصل گردید. شکایتی از جمعی فرموده بودید که در این اوان محنت اقتران شبهات حضرات بابیه در خیالات ایشان رسوخی کرده و خواسته بودید مختصری در این باب عرض کنم که رفع شبهه بشود. پس عرض می کنم که این معنی را متذکر باشید که رفع شبهه را از برای طالب حق باید کرد که واقعاً غرض و مرضی از برای او نیست و چیزی شنیده و امری بر او مشتبه شده. پس به آسانی تمام رفع شبهه او می شود و اذعان از برای حق و اهل حق می کند. اما کسی که از اهل غرض و مرض باشد بنا نیست که او را به جبر هدایت کنند و غرض و مرض را از دل او زایل کنند، چنانکه خداوند عالم جل شأنه در کلام معجز بیان خود خبر داده و فرموده: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. پس البته شخص عاقل که دین و مذهبی را از روی بصیرت قبول کرده باید متذکر این معنی باشد که اهل حق و اهل باطل در هر زمانی بوده اند و اهل باطل را خداوند به جبر هدایت نمی کند، ولکن دلیل و برهان اقامه می کند به زبان اهل حق و اهل باطل اعتنا به دلیل و برهان نمی کنند و عمدن خود را هلاک می کنند پس از بیان دلیل و برهان. و خداوند جل شأنه از حال ایشان خبر داده چنانکه می فرماید: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة
وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السمیع العلیم. بالجمله از این قبیل آیات در قرآن بسیار است و این چند آیه را عرض کردم که نمونه به دست اهل بصیرت آید و بدانند که در زمان هر پیغمبری و حجتی اهل حق و اهل باطل بودند و خداوند غرض و مرض اهل باطل را به جبر از دلهای آنها بیرون نمی کند، چنانکه فرموده فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. پس شخص عاقل باید در فکر خود باشد که دین حقی اختیار کند و بر کفر اهل غرض و مرض قصه نخورد. پس من همین مختصر را از برای اهل غرض و مرض ننوشته و میدانم که این حرفها را گوش نخواهند داد. چگونه گوش دهند؟ و حالان که به قرآن به این عظمت گوش ندادند و به معجزات پیغمبر صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اعتنا نکردند. پس این مختصر را از برای کسانی می نویسم که در قلوب آنها غرض و مرضی نیست، ولکن واقعا از روی جهل و نادانی یا غفلت امری بر ایشان مشتبه شده و اگر واقعا حق و اهل حق را بشناسند تصدیق کنند و اگر واقعا باطل و اهل باطل را بشناسند از ایشان کناره کنند. پس به طور کلی قاعده ای را عرض می کنم که حق و اهل حق را بتوان به آن شناخت و باطل و اهل باطل را بتوان به آن شناخت و این قاعده اختصاصی ندارد به یک طایفه و دو طایفه‌ای که گمراه شده اند، بلکه هر کس گمراه شده معلوم می شود اگرچه 72 فرقه باشند. و آن قاعده این است که بر خداست احقاق حق و ابطال باطل در هر عصری و زمانی، چنانکه این مطلب به لفظهای مختلف در قرآن هست که بعضی از آنها این است که فرمودند انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. و بلا شک و ریب خداوند عالم جل شأنه همه مردمی را که مستضعف نباشند امر فرموده که حق را بشناسند و متابعت کنند و باطل را بشناسند و مخالفت آن کنند، چه عالم و چه جاهل و چه مرد و چه زن و چه ملا و چه عامی، همه را امر کرده که حق و باطل را تمیز دهند. پس چون شخص عاقل فکر کند خواهد یافت که آن حقی که کل مردم مأمورند آن را بشناسند و خداوند آن امر را از همه خواسته، مخصوص علما نیست که عوام آن را نفهمند و مخصوص مردان نیست که زنها آن را ندانند. پس به اندک شعوری خواهد یافت که امری را که به همه مردم کرده باید همه بفهمند و الا حجت تمام نخواهد بود. پس فکر کن در آن امری که خداوند رسانیده به همه مردم و همه آن را فهمیده اند آن امر چیست؟ پس اگر فکر کنی خواهی یافت که آن امر ضروریات دین و مذهب است که همه مردم غیر از مستضعفین و غیر از غافلین آن امر را دانسته اند و مردمی که در واقع بی دین و بی مذهبند اعتنایی به ضروریات ندارند و تمام تمسک متدینین به همین ضروریات است. و اگر کسی بخواهد به تفصیل حال مطلع شود رجوع کند به کتاب میزان و بصیرت خود را در دین و مذهب زیاد کند. و اگر شخص عاقل فکر کند خواهد یافت که در هر زمانی که مردم انکار حجتی را کردند تا از ضروریات آن طبقه دست بر نداشتند نتوانستند انکاری کنند و خواهد یافت که هر کس در هر طبقه از طبقات مؤمن شد به جهت تمسک او بود به ضروریات آن طبقه و این ضرورت دلیلی است از جانب خداوند عالم در میان خلق که محکمتر است از جمیع دلیلها. پس اگر دلیل عقل موافق شد با این ضرورت آن وقت حجت خواهد بود و اگر مخالف شد باید ضرورت را گرفت و آن دلیل را ترک کرد.
و اگر معنی آیه‌ای از آیات قرآن موافق شد با این ضرورت، آن معنی حق خواهد بود. و اگر کسی به طوری معنا کرد که موافق با این ضرورت نشد، آن معنی باطل خواهد بود. و اگر معنی حدیثی با این ضرورت موافق شد، آن معنی حق است. و اگر کسی حدیثی را به طوری معنا کرد که مخالف این ضرورت است، آن معنی باطل خواهد بود. چنانکه شرح و بسطی در کتاب میزان عرض کرده‌ام. مثل آنکه ضرورت اسلام قائم شده به این که شراب حرام است، چه کم باشد چه زیاد. حال اگر کسی دلیل عقلی آورد که حرمت شراب به جهت آن است که مسکر است، پس اگر کسی قدر کمی بخورد که مست نشود باید حلال باشد. پس شخص عاقل ضرورت محکم را نگاه می دارد و می گوید ضرورت قائم است بر این که شراب حرام است، خواه کم باشد یا بسیار. اگرچه عقل می داند که کم آن مست نمی کند. و همچنین است در واقع هر حرامی را که خداوند حرام فرموده به جهت همین بوده که ضرری داشته و عقل می‌فهمد که چیزی بسیار کم از مضری ضرر نمی کند و مع ذالک باید متابعت کرد ضرورت دین را و ترک کرد حکم عقل را. ولکن منافق البته چنین نخواهد کرد و استدلال می کند که حرمت شراب به جهت سکر آن است و قدر کمی از آن مسکر نیست، پس حلال است. و همچنین بسا منافقی استدلال کند به آیه قرآن بر حلیت شراب، به این طور که خداوند فرموده تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا، و در مقام امتنان خداوند می‌فرماید و منت می‌گذارد بر مردم که خلق کردم از برای شما انگور را که بعضی از آن را شراب می‌سازند و بعضی را سرکه و شیره می‌کنند. پس چنان که سرکه و شیره حلال است که خدا منت گذارده، شراب هم حلال است چرا که خدا منت گذارده. خلاصه این مثل را محض تنبیه عاقلان متدین عرض کردم که بدانند ضرورت دین و مذهب بالاترین دلیل هاست و باید آن را گرفت و هر دلیلی که مخالف آن است باید ترک کرد. اگرچه منافقین و کفار از پی متشابهات بروند و خود را هلاک کنند. و از این معنی خداوند عالم جل شأنه خبر داده و فرموده و ما ارسلنا من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته، و فرموده منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. و بسا آنکه این جماعت کفار و منافقین از برای همجنسان خود بگویند که آنچه ما فهمیده ایم داخل اسرار است و اهل ظاهر این اسرار را نفهمیده اند و ما ایم راسخان در علم که معنی تأویل آیات متشابه را میدانیم و این معنی ها سینه به سینه به ما ها رسیده و اهل ظاهر و عوام الناس این معنی ها را نمیدانند و باید این اسرار را پنهان داشت. دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند، پنهان خورید باده که تکفیر می کنند. باری جواب این مزخرفات هم در کتاب میزان هست، رجوع کنید و جواب بدهید و دلیل ضرورت را هرگز از دست ندهید که هر کس در هر زمانی گمراه شده به ترک آن گمراه شده و هر کس نجات یافته به تمسک به آن نجات یافته. و این دلیلی است که جمیع استدلال‌های پیغمبر صلی الله علیه و آله و جمیع استدلال‌های ائمه طاهرین سلام الله علیهم جمع شده و جمیع معجزاتی که آورده اند همه با هم جمع شده تا آنکه ضروریات را در میان مردم منتشر کردند، به طوری که عالم و عامی و مرد و زن دانای به آن شده اند و به این واسطه حجت خداوندی جل شأنه به این خلق تمام شده. پس فکر کنید که ضروریات دین و مذهب چه چیزهاست، آنها را بگیرید و تخلف از آنها مکنید و بدانید که هر کس تخلف کرد هلاک خواهد شد. پس از جمله ضروریات اصول دین و مذهب است که پیغمبر صلی الله علیه و آله 1 نفر بود و 12 خلیفه داشت، هر یک معروف، و 11 نفر ایشان از دنیا رحلت فرموده اند و 1 نفر از ایشان زنده است و غائب است و خواهد آمد و علاماتی چند از برای ظهور اوست
مثل خروج سفیانی و دجال و کشته شدن نفس زکیه و ندای آسمانی و صورت حضرت امیر علیه السلام در قرص آفتاب و سایر علامات ظهور که در کتب مستور است. و از جمله ضروریات دین فروع دین است، مثل وجوب نمازهای یومیه به همین طریق معروف میان مردم و وجوب غسل و وضو به همین طریق معروف و وجوب روزه ماه رمضان به همین طور معروف و وجوب حج به همین طور معروف و وجوب دادن خمس و زکات و حرمت محارم و حرمت زنا و لواط و حرمت شراب و ربا و غیبت و امثال اینها. پس هر کس بخواهد به هر استدلالی، خواه عقلی خواه نقلی، حلال کند ترک نماز را یا ترک روزه ماه رمضان را یا ترک حج را یا ترک خمس و زکات را یا حلال کند محارم را یا زنا را یا لواط را یا شراب را یا ربا را یا سایر اینها از سایر ضروریات، کافر شود و هلاک گردد، چرا که آن همه معجزات و بیانات پیغمبر صلی الله علیه و آله و معجزات و بیانات ائمه طاهرین علیهم السلام همه با هم جمع شده و اینها را در میان شیعیان به حد ضرورت رسانیده. پس اگر کسی در این امور شک کند، در واقع شک در رسالت و امامت دارد و کافر است. و اگر کسی بگوید که این ضروریات حق است و باید اطاعت کرد، ولکن در وقت ظهور امام عجل الله فرجه بسا آنکه تغییر دهند، چنانکه حدیث دارد که یأتی به کتاب جدید و شرع جدید و علی العرب شدید. میگوییم که حق است هر وقت تشریف آوردن با همان علامات که خود ایشان فرمودند، معلوم است که امر ایشان و حکم ایشان است. ولکن این تعبیل های سست و مزخرفات را که بعضی میبافند که آن جناب ظهور کرده و کتاب جدیدی آورده و شرع جدیدی آورده، جمیعاً مخالف ضروریات دین و مذهب است. پس اگر این ضروریات بی اعتبار است، پس کدام امام را میگویند ظاهر شده و کتاب و شرع جدید آورده؟ پس جان خود را فارغ کنند و بگویند این ضروریات دین خدا نیست. پس پیغمبری هم نیامده و دینی هم نیاورده و خلیفه‌ای هم نداشته و انتظار ظهور هم نباید کشید، چرا که جمیع این امور را شیعیان به ضرورت اثبات می کنند. پس اگر بی اعتبار است، شماهایی که ظهور کرده اید و کتاب و شرع جدید آورده اید، بی دلیل ادعا می کنید و ادعای بی برهان و بی دلیل ادعای باطلی است. و اگر این ضروریات حق است و باید به آنها تمسک جست، که چنان که به حد ضرورت رسیده که پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد و 12 خلیفه داشت که همه معروف بودند از اصلاب شامخه و ارحام مطهره، همان ضرورت قائم است که کسانی که از اصلاب شامخه معروفه و ارحام مطهره معروف نیامده اند امام نیستند. و این اشخاصی که ادعای امامت می کنند پدرها و مادرهای ایشان معروفند. و اگر این جور تعویل جایز است در دین خدا که مقام نبوت و ولایت مانند آفتاب است و آن آفتاب عکس خود را در هر آینه‌ای که در زیر او بگذاری می اندازد و اسم خود را در آینه ظاهر می کند، پس عکس آفتاب هم آفتاب است و این اشخاص در این زمانها مانند اینها هستند. پس بعضی نعوذ بالله محمدند و بعضی علی و بعضی فاطمه و همچنین تا آنکه بعضی امام عصرند. پس اگر این جور تعویل های سست جایز است در دین خدا، چرا این ادعا مخصوص شماها شده؟ پس چرا سلمان ادعای مقام نبوت را نکرد و ادعای مقام ولایت را نکرد؟ و چرا حضرت امیر علیه السلام ادعای مقام پیغمبر صلی الله علیه و آله را نکرد؟ و چرا در احکام تفاوت داشتند؟ و حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله خصایصی چند داشت که مخصوص خود او بود که آن خصایص دخلی به حضرت امیر علیه السلام نداشت؟ و چرا حضرت امیر علیه السلام خود را تابع پیغمبر صلی الله علیه و آله می دانست و انا عبد من عبید محمد می فرمود، با وجودی که در اصل طینت از یک نور بودند ولکن در مقام تعدد 2 نفر بودند؟ و چرا هر کس ادعای نبوت می کرد کافر بود و
و هر کس ادعای امامت می کرد به غیر از 12 امام معروف علیهم السلام کافر بود و همه این امور به ضرورت به ماها رسیده. پس اگر ضرورت حق است که هر کس ادعای نبوت کند به غیر از پیغمبر معروف صلی الله علیه و آله کافر است و هر کس ادعای امامت کند بعد از 12 امام معروف علیهم السلام کافر است. و اگر این ضرورت حق نیست و نباید اعتنایی به آن کرد، پس کدام پیغمبر است که تو ادعا می کنی که من همانم یا من عکس آنم یا نعوذ بالله بالاتر از آنم؟ و در هر عصری اهل حق بوده اند و مثل سلمان و ابیذر در هر زمانی پیش از این زمان بوده اند به ضرورت مذهب. پس چرا جایز نبود از برای ایشان که ادعای مقام نبوت و مقام امامت را بکنند و بگویند ما امام عصر هستیم؟ اگر بپرسی که امام عصر علامت دارد و از جمله علامات او این است که کفار را با ذوالفقار می کشد و زمین را پاک می کند از نجاست کفار و دنیا را پر از عدل و داد می کند بعد از آنی که پر شده بود از جور و ظلم، جواب گویند که ماها با تیغ زبان و بیان کفار را کشته ایم و زمین عالم خود را و زمین دولت خود را پر از عدل و داد کرده ایم بعد از اینکه پر از ظلم و جور بود. و آن وقتی بود که ماها طفل بودیم و به حد کمال نرسیده بودیم، پس چون به حد کمال رسیدیم جمیع نقصها را از خود و تابعان خود دور کردیم و زمین قابلیت که زمین دنیا بود پر از عدل و داد شد پس از جور و ظلم. و اگر بپرسی سفیانی و دجال چرا خروج نکردند و آنها را نکشتند، جواب بگویند خروج کردند و آنها را کشتیم. سفیانی فلان آخوند است و دجال فلان ملا است و ما آنها را کشته ایم و از مملکت خود بیرون کرده ایم و از زمین عالم خودمان آنها را بیرون کرده ایم. و اگر بپرسی از آنها که چرا از مکه خروج نکردید و ندا نکردید که اهل عالم بشنوند، بگویند از مکه خروج کردیم و مراد از مکه کعبه دل است و دل در وسط عالم ماست و ماها از آنجا خروج کرده ایم و از آنجا ندا کرده ایم و ندای ماها به اطراف رسیده و همه مردم شنیده اند که ماها در دنیا هستیم. و همچنین از این قبیل مزخرفات بگویند و تغییر دهند نماز و روزه و حج و جهاد و خمس و زکات و قبله و جمیع شرایع و احکام را. و اگر بپرسی چرا اینها را تغییر دادید، جواب بگویند که آفتاب امامت از آینه قابلیت ما طلوع کرده و ما آمده ایم و کتاب جدید و شرع جدیدی آورده ایم که بر عرب شدید است. و نمیدانم که اگر این حضرات انکار ضروریات دین و مذهب را بکنند، پس به کدام دلیل اثبات ادعای خود را میتوانند بکنند؟ و اگر انکار نکنند که همه آنها شاهد است بر کفر و ارتداد آنها. و اگر محض ادعای بدون دلیل و برهان و بدون تمسک به ضروریات به این جور تأویلات اثبات حقیقت جایز است، پس البته جایز است از برای غیر ایشان هم که با دلیل و برهان ادعا کنند که آفتاب نبوت و قمر ولایت از آینه وجود و قابلیت من سر زده و من آینه سرتاپا نمای آن شمس و قمر هستم و آنها از زبان من میگویند و امر میکنند و نهی میفرمایند و میگویند که این ضروریات حقی است از جانب ما و باید متمسک به آنها شد و هر کس ادعای نبوت و امامت کند به غیر از پیغمبر صلی الله علیه و آله و بعد از 12 امام معروف علیهم السلام کافر است و از دین خدا خارج است. و این خروج کنندگان که ادعای نبوت و امامت دارند سفیانی و دجال باطنی هستند که گاهی انا ربکم الاعلی میگویند و خود را شمس ازل مینامند و صبح ازل میگویند و به خونخواهی عثمان برخاسته‌اند و عثمان کسی بود که قصد خلافت اهل حق را کرد و تغییر در دین خدا داد و حلال خدا را حرام کرد و حرام خدا را حلال کرد. این حضرات هم از فروع آن شجره ملعونه هستند که امر او را به اتمام میرسانند. چیزی را که او نتوانست تغییر دهد اینها تغییر میدهند. و کم ترک الاول للآخری.
پس او نتوانست تغییری در نماز بدهد، اینها به اتمام میرسانند و تغییر میدهند و همچنین روزه و حج و جهاد و خمس و زکات را و باقی سنن و آداب را. پس اگر تأویل در دین خدا جایز است، چرا اینجور تأویل جایز نیست؟ و اگر جایز نیست، پس به کدام دلیل از برای خود جایز دانستند؟ و تأویلی که جایز است، تأویلی است که با کتاب خدا و سنت رسول صلی الله علیه و آله و احادیث ائمه طاهرین سلام الله علیهم و با ضروریات دین و مذهب منافاتی نداشته باشد. و تأویلی که جایز نیست، تأویلی است که منافات با همه اینها داشته باشد و آن تأویل‌های اهل باطل است که در هر عصری و زمانی بوده و خواهد بود و این حرفها هم چاره اهل باطل را نخواهد کرد مگر کسی واقعاً غافل باشد یا جاهل باشد و غرض و مرضی در دل نداشته باشد، پس به این کلمات رجوع کند و راه استدلالی از برای او به دست آید و متذکر شود و از ضلالت و گمراهی نجات یابد. و همین قدرها از برای طالبان حق کفایت می کند و از برای غیر طالب کتاب خدا هم کفایت نکرد و السلام علی من اتبع الهدی. و اما اینکه فرموده بودید که آیا شبهه تناسخ در ذهن ایشان رسوخ کرده یا از راهی دیگر گمراه شده اند، عرض می کنم که راه شبهه ایشان بیدینی است که روز اول دینی نداشتند و با بصیرت در دینی نبودند، پس به عقل ناقص خودشان اکتفا کردند و اعتنایی به قواعد اسلامیه و ایمانیه نکردند و به هر طوری که خواستند گفتند و هر چه خواستند کردند. پس به حسب اتفاق روزگار بعضی از قولهای ایشان شبیه به قول اهل تناسخ شده و بعضی از آنها شبیه به قول صوفیه شده و بعضی از آنها شبیه به قول حکمای یونان شده. مذهب خاصی از مذاهب باطله را ندارند. هر چیزی که خیال می کنند مناسب آن خیال، بسا آنکه آیه و حدیثی متشابه می خوانند. خداوند روزی کند ظهور امام زمان را عجل الله فرجه و سهل مخرجه که چاره جمیع اهل باطل را با ذوالفقار آتشبار بکند و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و شیعتهم التابعین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. حرره العبد الخاسر المحتاج إلى ربه الغافر محمد باقر في بلدة همدان حرسها الله من طوارق الحدثان في 16 شهر ربيع الثاني من شهور سنة 89 بعد 200 والألف حامدا مصليا مستغفرا.